برش نگو که بخی نماز بخوان، برش نعمت‌های خدا رو بیان کن که خب بچیم این چشمای قیمت از این چشما $40 است. برو به بارگاه خداوند سجده کن، تشکری کن از این چشمایت، تشکری کن از این قلبت، تشکری کن از این گوشایت. اگر گوشایت کندگی می بود نمی بودی بغلاش مجبور یک روز دکترها در این قسمتا در خالیگاه های گوش در این قسمتاش موم گذاشتن. وقتی که موم گذاشتن، وقتی که نفر صدا میکرد خالد سیز نه و خالد از اون صدا میکرد و پشتر خواستل میکرد. بنابراین اینمی ساختمانی که حتی نمیگوش تو امیر رسامی و ترسیمی که داره کردن ذات مهربانی کرده که بالای تو بسیار مهربان است. گوشای تو، گوشای پیغمبر، گوشای صحابه کرام، گوشای آل بیت، کلگی ساختمانش اینمی قسم بود. کلگی اینمی 2 چشم داشت. در هیچ کتاب نامده که فلانی نفر 4 چشم داشت، فلانی تا 8 چشم داشت. او خب بت پرستا هستن که میگن بتای ما مثلا 3 دست داره، یک دست اینجا برای جور کرده، یکی اینجا، یکی دیگه اینجا، یکی اینجا، یکی قسمی جور کردن نکردن. او خب بت پرست است. میگه این دوست خدا بود، این 6 تا دست داشت. کدی دست خود بینی خدا پاک کنه، کدی دست دیگه بازی لالو لالو بگه، کدی دست دیگه باز زمین نگاه کنه. این قسم عقیده بت پرست است. اما ما موحدین چی عقیده داریم؟ کلگی پیروای حضرت محمد صلی الله علیه و آله عقیده دارن که خداوند متعال جل جلاله ذات مهربان است، رحمان الرحیم است و همیشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه میگه به نام خدایی که بخشاینده و مهربان است. حتی بر دشمنای خود هی کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا و دیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. یعنی ذات کریم است که حتی برای دشمنای خود هم نعمت‌های بسیار زیاد میده. بنابراین دروازه رحمت خداوند همیشه باز است و ما عقیده داریم که خداوند از هر کسی دیگه که بر ما مهربان‌تر است و از هر کسی دیگه که به ما نزدیک‌تر است و خداوند هر چیزی که بخوایم بر ما میده و هیچ وقت خداوند سرکش ظلم نمیکنه که من برای تو میتم برای این نمیتم. نه، برای کلگی همین قسم 2 چشم بر تو داده، برای من هم دادن، همین قلب بر تو داده، برای من هم دادن. اگر اینا به دست من می بود من والا که بر چشمام میدادم، یک چشم برات میدادم، ما هم چشمک کور یک بغل سایل میکردیم. برام رخصت است. اما این خدای رحمان رحیم است که 2 چشم لکس بر تو هم داده، بر ما این 32 دانه دندان که برادر ارز برس کردن میری تشکری کنه وادی برس کردن. متوجه هستی؟ به خاطر چی این مویاکایی که تو چپ مثلا بالا زده میرید. خدا شکر این مویات نمیبود خدا یه صدات میکرد کدو. ها اینا مویات لکس، چشمایت خوبش، بینی بسیار زیبا، چهره بسیار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چهره زیبا را خداوند بر تو خلق کرده. در 2 پای راه میری، بعد دست غذا میخوری، دستای چشمت کل چیزت کار میکنی. این خلاص من بیچاره شاید اگر برم یک جای وظیفه بگیرم مرا $10,000 بده تا $500 میده. اینا تو وقتی که اینقدر کمال داری و عقل داری و دانش داری تشکری کن که کی بهت چشم داده، کی بهت دست داده. پس این ذات رحمان رحیم است. هر وقتی که بخوای دروازه رحمتش در مقابلت باز است. خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای کسایی که شما اشتباه کردین یا گناه کردین بگو برشان کسایی که زیاده روی کردن لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشید. خود ناامیدی کفر است. تو که میگی من روی سیاه هستم و ناامید هستم و خدا مرا نمیبخشه، اینمی خودش بیدینی و گمراهی است. لا تقنطوا گفتم من رحمت الله، خداوند تمام گناه ها را میبخشه. اگر اشتباه هم کردی این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز، هر 100 دفعه اگر توبه شکستانی خداوند دروازه رحمتش باز است. اینمی اگر گناهی که تو 12 بجه شب دیشب کردی اگر من بفهمم دستن فهم نمیمونم، اما خداوند صدها مرتبه در گناه ها صدها گناه را دیده، لکن خداوند رحمان رحیم است، ستار است، ستر میکنه کل گناه های انسانه. گناه انسانه ستر میکنه. پس ما به او ذاتی که ستار است، رحمان است، مهربان است، از هر کسی مهربان تر است، چرا به او رجوع نکنیم؟ اینا کسایی که واسطه میکنن و میگن من میرم پیش فلانی شخص، این شخص دوست خدا هست، این که مشرکین میرفتن بت پرستا پیش لات و هبل و منات یا مشکل داشتن در نزدیکی خداوند. خداوند از ما دور است. ما میخوایم توسط از هبل، توسط لات خدا به خدا نزدیک بسازیم. ما روی سیاه هستیم، این دوست خداست، این ما را نزدیک میسازه. یعنی خداوند مهربان نیست، ما توسط هبل مهربانی خداوند به خود جلب میکنیم، در حالی که خداوند میگه نه، مهربانی ما چه وقت به تو جلب میتونی بکنی؟ واسجد وقت ترب، سجده بکن، خدا به خدا چی کن؟